یک روز عیسی در کنار بحر جنیسار می ایستاد و مردم بسیاری که می خواستند کلام خدا را بشنوند از هر طرف به او فشار می آوردند. عیسی دو قایق را دید که در ساحل بحر گذاشته شده بودند و ماهیگیران از آنها بیرون آمده تورها را می شستند. او به یکی از قایق‌ها که صاحبش شمعون بود سوار شده از او خواهش کرد که قایق را از ساحل کمی دورتر راند. بعد نشسته از قایق مردم را تعلیم می‌داد. در آخر سخنش او به شمعون و همراهانش گفت: قایق را به مابین بحر برده تورهایتان را برای صید ماهی به آب اندازید. شمعون جواب داد: استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی صید نکردیم، ولی تور را به آب می اندازیم چون که تو می فرمایی. وقتی که این کار را کردند آنقدر ماهی صید شد که تورهایشان به کندن در آمدند. پس به شریکان خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند تا به یاریشان بیایند. آنها آمده هر دو قایق را تا درجه از ماهی پر کردند که قریب غرق می شدند. شمعون پتروس این حالت را دیده پیش پایهای عیسی افتاده گفت: ای خواجه‌ام، از پیش من بروید، چون که من آدمی گناهکار هستم. او این را برای آن گفت که خودش و همراهانش از صید بیشمار ماهیانی که به دست آورده بودند به حیرت افتادند. یعقوب و یوحنا نیز که پسران زبدای و شریکان شمعون بودند حیران شدند. ولی عیسی به شمعون گفت: نترس، از این پس مردم را مانند ماهی جمع کنی. سپس ماهیگیران قایق‌ها را به ساحل برآوردند و همه کارهایشان را پرتافته عیسی را پیروی کردند.